سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که یک دوشنبه خوب و عالی رو پشت سر گذاشته باشین. برای بارش برکت تو خونه هر روز میگیم سبحان الله و الحمدلله. برای موفقیت در کارها میخوای موفق بشی، میخوای تو کارت موفق بشی، این ذکر رو هر روز بخون. لا اله الا الله والله اکبر. حاجتی داری، هر گرفتاری داری، هر روز بگو لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. با جان و دل بگو یا الله. پنجشنبه دوستان 5 بسته نمک بخرین، رو هر کدوم 1 بار صلوات، 1 بارم آیت الکرسی بخونین. کارسازترین توسل ها توسل به خانم فاطمه زهراست. مطمئن نبودم بهتون نمیگفتم، چون خیلی حاجت میده، حاجت روایی داره. اگر با من همراهی کافیه روزی 1 بار تسبیح خانم فاطمه زهرا رو بزنی. 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. 2 رکعت نماز استغاثه بخونیم. اگر با من همراهی حتما این نماز رو هر روز بخون. من هر روز بعد از نماز عصر میخونم. خیلی حاجت روایی داره، حاجت میده برای حل مشکلاته. مثل نماز وقتی که مثل نماز صبح خوندیم، بشین 3 بار بگو الله اکبر، 1 بارم تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو بفرست، بعد سرتو بذار رو مر، 100 مرتبه بگو یا فاطمه یا فاطمه. بعد دوباره گونه راستت بذار، 100 مرتبه بگو یا فاطمه یا فاطمه. دوباره گونه چپم بذار، 100 مرتبه بگو یا فاطمه. بعد که تموم شد، هر حاجتی داری، هر گرفتاری داری، همون سر سجاده به خدا بگو، به خانم فاطمه زهرا بگو. انشاءالله که حاجت روا میشی، حاجت دلتو میده. دوستان سعی کنین هر روز نماز استغاثه رو بخونین. خیلی آسونه، هم مشکل گشاه، هم خیلی مجربه، هم که گره از مشکلات زندگیتون باز میکنه. سوره های قرآن همه نورن، غفلت نکنین. حتی شده روزی 1 آیه بخونین. برای مهر و محبت بین زن و شوهر کافی سوره زمر رو بنویسی با گلاب زعفران، بذاری تو جیب شوهرت. بعد ببین که شوهرت از این رو به اون رو میشه، انقدر باهات خوب میشه، انقدر تو زندگی موفق میشین، با هم زندگی خوب میکنین، هیچ وقت دعوا نمیکنین، هیچ وقت جر و بحث نمیکنین. کافیه این سوره رو بنویسی، بذاری تو جیب شوهرت، یا بذار تو ماشین شوهرت، یا بذار توی اتاقت. دوستان حتما نذرهای خانم فاطمه زهرا رو انجام بدین. تسبیح بزنین، نمک بخرین، پخش کنین. انشاءالله که حاجت روا میشین. نماز استغاثه یادتون نره، هم آسونه هم حاجت روایی داره. التماس دعا، خدا نگهدار.